سلام دوستای عزیز، امید صحتمند باشین، لباس سفید بر تن داشته باشین. دوستای عزیز، ما باز هم در ولایت کابل در ناحیه 12 ارزان قیمت یک چند از فامیلایی که مستحق است و از نماینده و وکیل گذر ارسال کردیم و برام معرفی کرد و یکی از این خانه است که می‌بینیم از زبان خودشون میشنویم که از حال احوال زندگیشون چی خبر است. سلام دادن، خوب هستید؟ خوشحال هستم. باز میاد خیلی غریب فرار هستیم. اجازه است ویدیو هستم بگیریم. مهاجم سلام علیکم. سلام خوب هستید؟ شما بخیر هستید؟ مهاجم ما از جمعیت خیلی غریب فرار آمدیم. از وکیل منطقه‌تان و از نماینده منطقه‌تان ارسال کردیم و خودتان استفاده فرمایید کرد. از حال احوال زندگیتان خواستیم که از زبان خودتان بشنویم. از ما قسمت ارسال کردیم، گفتم که شوهرش ریسفید است و در بازار کار و چگونی میکند و حال احوال زندگیتان چندان خوب نیست. خواستیم از زبان خودتان بپرسیم و از زندگیتان برای ما بگویید، از مشکلات زندگیتان. والله شهر متوافیانه روزی است که صبر و تجربه میشه، روزی است که معلوم میشه. خب من ناخود سری اینجا تجربه میتونم بسته بشه و خوش تجربه پیدا میشه. زندگی مطابق بخوری از روزیات آدم که همین چیزا خریدم دیگه کارش نداره. خانه خاص خودتان است مادر؟ خانه است دیگه، خانه است خودتان است. خوش شکر خانه از خودتان است. خدا مهربان است مادر جان. ان شاء الله کسی ما را اسپانسری میکنه. پشتکار است یک سال خود را تجار کرد. کار میکنیم پیسه از من پشت چیه شما میکنم. روزی است تجار میشه، روزی است که من نمیکنم. به خدا مهربان است مادر جان. ان شاء الله همین کسی که ما را اسپانسری میکنه یک شخص بسیار دوستور میباشد. ان شاء الله ما احوال خودتان به گوششان میرسونیم. از زندگیتان با خبر میشه. از واسه توانشون هستی که توانتر در واسهشون بود. ان شاء الله براتون کمک میکنه. ان شاء الله تا ویدیوی بعدی ان شاء الله میبینیم همین نماینده تان کس یا وکیلتان کس اما هر وقت باز ان شاء الله نوبتتون رسید باز برای ما با تماس میشیم. ان شاء الله پیشتون میریم. فعلا اوقات خوب خوش داشته باشید. خداحافظ. سلامت زنده باشید.